دوستان عزیز، برنامه صبح وطن ادامه دارد و مهمان امروزینه ما آوازخوانان انسامبل آشیان مهر دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست جمهوری تاجیکستان جمشید اسماعیلوف، بزرگمهر مطربی و فرخ جان عبدالرحمانов. خوش آمدید به برنامه صبح وطن. صبحتان بخیر باشد. خوش آمدید. صبحتان بخیر باشد تماشاگران عزتمند. ای خوجند باستان بشنو سلام آشیان، شهر سرود و داستان بشنو سلام آشیان. درد دل مردم بگو تا می رسد بر گوش دون، زیر زمین تا آسمان بشنو سلام آشیان. بسیار هم شعری عجیب است و بگویید که انمین مؤلف شعر کیست؟ این شعر با تکلیف استاد گرامی قدر سعید قادر یعقوبوف نوشته شده است. این شعر من نوشتم، بزرگمهر مطربی. این شعر باید سرود شود، در آینده خدا خواهد سرود میکنیم. خب بگویید که سال سپری گشته یعنی سال 2019 برای انسامبل شما چگونه سال بود؟ در دوام سال سپری شده انسامبل آوازدار آشیان مهر زیاده از 30 برنامه‌های شهری، دانشگاهی، ولایتی و جمهوریوی را سپری نمود و بسیار دستاوردها را به دست آورد. در نزدیکی در عرفه جشنگیری سال نو میلادی فستیوال آزمونی دانشگاه‌های عالی، مکتب‌های میانه و کسبه‌های میانه گذرانده شد. با سربلندی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان جای اول را به دست آورد و در نزدیکی یکی از آوازخوانان انسامبل آوازدار آشیان مهر شهزاده عمر و در برنامه ترانه دانشجو جای نمایان یعنی جای دوم را با تحفه‌های خاطروی به دست گرفت. با دیپلم بسیار تشکر زیاد. در انسامبل شما بیشتر به کدام موضوع سرود می‌سرایید؟ در انسامبل آشیان مهر سرودهای وطندوستانه تاجیکستان، پیشوای ملت، اجلاسیه، دنیای جوانی، ترانه‌گری همین گونه سرودها میشد. خب در باشد میشنویم. بله. سلام وطن ای تاجیکستان، دیار من ای نشان من، کلام نبض نام تو همیشه در زبان من، در دل من در زبان من، ای جان وطن جانان وطن. خب بگویید که اصلا شما همکورس هستید یا نه؟ نه، ما همکورس نیستیم. ما در اصل اختصاصمان دیگرگون است. اختصاص مثلا اختصاص من سیاست شناسی دیپلماتیا، کورس دوم میخوانم. من فاکولته اینواتسیا برنامه سازی میخوانم. کورس دوم. من کورس یک میباشم در فاکولته به حسابگیری و اندوز. به حسابگیری و مهندس. بسیار خوب. یعنی اختصاص دیگر رو استاد یک سعید قادر یعقوبوف با ما درس سند میآموزند. نازکی‌های سند، نازکی‌های آوازخوانی را با ما می‌آموزند. چهلی که در بالا قید کردید هر یک شمایان اختصاص خود را دارید و آیا پس از ختم دانشگاه کسب سرایندگی را پیشه میگیرید یا نه؟ میگویند برای یک مرد 40 هنر کم است. بله. من میخواهم هم اختصاص خودم را و هم اختصاص کسب سرایندگی را پیش برم برای تاجیکستان عزیزمان، دولت عزیزمان، برای مخلصان عزیزمان خدمت کنم. میخواستیم از شما شنیده باشیم که انمین کسب را شما دوام میدهید یا نه در آینده؟ بله، ما در آینده نقشه داریم. پس از ختم دانشگاه باز همین کارمون رو دوام میدیم، سرایندگی تاجیکستان عزیزمون رو بالا برداریم. بسیار خوب. شما؟ منم طرفدار سخن همینا میخواهم، یعنی که سند رو پیش ببرید. یعنی که سند رو پیش ببرم. بسیار خوب. مقصود جان، ما بسیار شاد هستیم که امروز صفی سرایندگان در جمهوری ما بسیار شده ایستادند. بله. قید کردن جایز است که سرایندگان کسبی بینندگان عزیز. بله. خب نقشه های آینده انسامبل آشیان مهر چگونه است؟ ما این سال از ماه فوریه سعی کرده چهاربینی های شهری، ولایتی، جمهوریوی سر می شود. خب مثلا با مانند ارتش، بعد از این نوروزی المفرز، روز مادران، استقلالیت، جشن وحدت، آمادگی خوب دیده ایستادیم. و فستیوال آزمونی تاجیکستان وطن عزیز من رو تیاری داشتیم. یگان چاره‌بینی نیست که انسامبل آوازدار آشیان مهر اشتراک نکرده باشد. بسیار خوب.
این البته همه با دستگیری استاد گرامی قدر استاد ما سید قادری یعقوبوف است. همیشه کوشش می‌نمایند که ما همیشه در روی صحنه باشیم و نامبردار وطن عزیزمون باشیم. بسیار بله. خوب. میخواستیم در آخر تمنیات شما را شنیده باشیم. اولا تمنیات خود را نسبت تلویزیون سامان رساندیم. تشکر زیاد که ما را به برنامه دعوت کردید. سلامت باشید. شخصا از نام استاد گرامی قدر، از نام انسامبل خوشخیرام، از نام آوازخوانان انسامبل آشیان مهر به شما منتداری خود را رسانیدنی هستیم. از نام دانشگاه، از نام استادان دانشگاه، از نام دانشجویان، از نام رکتور محترم شریفزاده مومن مشاکل منتداری خود را بیان میکنیم. سلامت باشید. سلامت باشید. باز آمدن زی رفتن خورشید دور نیست، تا زندگی است دیده به دیدار میرسد. میخواهیم در آخر برنامه برای مخلصان عزیزمان، برای تماشابینان عزیز با سرود پیشوا برنامه را جمع کنیم. مرحبا. در باستانی ملک خش هست ما نسل جوان، رمزی بهارانیم ما یک عمر با رحمی خزان. از پیشوا مختیم با صدق با مهر و وفا، بر کشور و بر خلق خش کرده جوانی را فدا. نسل جوانی ملتیم، روح و روانی ملتیم. نسل جوانی ملتیم، روح و روانی ملتیم. شورت فضای ملتیم، با پیشوای ملتیم. شورت فضای ملتیم، با پیشوای ملتیم. خوب، تشکر زیاد. باری دیگر خوش آمدید به برنامه صبح وطن. شما رو در برنامه‌های آینده انتظاریم. بار دیگر خوش آمدید. بینندگان عزیز، مهمان برنامه ما بودند آوازخوانان انسامبل آشیان مهری دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان جمشید اسماعیلوف، بزرگ مهر مطربی عبدالرحیمов فاروق جان. برنامه صبح وطن ادامه دارد. با ما بمانید.